سلام بر دوستان، خیلی خوش اومدین به یوتیوب چنل من. اسم مستعار من ری هست و من دانشجوی رشته علوم کامپیوتر هستم از ژاپن و خیلی دوست دارم که تو این چنل در مورد موضوعات مختلفی با همدیگه صحبت کنیم، ولی عمدتاً تم‌هایی که خودم علاقه داشتم در موردش حرف بزنم تو این چنل موضوعهای مختلفی مثل مسائل مربوط به ساینس و سودو ساینس، یعنی علم و شبه علم و تفاوت بین این دو خواهد بود و همچنین خیلی علاقه دارم که آثار سینمایی مربوط به ژانر سایفای و یا ساینس فیکشن، همون ساینس فیکشن و یا ساینس رو بررسی کنم. ولی خب نمیخوام که تم اصلی چنلمون فقط در مورد صحبت در مورد این مسائل باشه. موضوعهای دیگه، تم‌های دیگه مثل تحلیل آثار ادبی و سینمایی دیگه و موزیک و در مورد موضوعهای دیگه هم صحبت خواهیم کرد. ولی خب برای شروع چیزی که خودم در نظر داشتم این بود که در مورد یک سری مسائل بسیار رایج در دنیای سودو ساینس یا شبه علم بخوایم صحبت کنیم و بخوایم منظر علمی اونا رو از دیدگاه از منظر علم بخوایم اونها رو بررسی کنیم، اینکه تا چه حد میتونن این نظریه‌ها، این تئوری‌ها قابل قبول باشن و یا اینکه دنیای علم در مورد این نظریه‌ها چه چیزهایی رو مطرح میکنه، چطور اونها رو دیسپروو یا دیبانک میکنه. و من خودم خیلی دوست داشتم که در مورد این مسائل تو این چنل صحبت کنم. و از طرف دیگه یک بحث خیلی مهمی که هست بررسی آثار علمی تخیلی در مورد این مسائل سودو ساینس و همچنین مسائل علمی هم خواهد بود که خیلی دوست دارم در مورد یک سری آثار سینمایی بسیار مطرح، یک سری تحلیل هایی رو اینجا بشینیم و در موردش صحبت کنیم. و همین فکر میکنم توی ویدیوی بعدی موضوعی که در موردش صحبت خواهیم کرد بررسی اصطلاحاً این نظریه بسیار رایج در دنیای شبه علم سودو ساینس و تئوری توته خواهد بود که آیا زمین تخته یا گرده، منظور کرویه. در مورد این موضوع توی ویدیوی بعدی صحبت خواهیم کرد و در مورد این بحث میکنیم که از منظر علم، از دیدگاه علم چرا این نظریه درست نیست و چطور علم این نظریه رو میذاره کنار و دیسپرووش میکنه. پس توی ویدیوی بعدی میبینمتون و این ویدیو صرفا یک اینتروداکشن بود. اگه از محتوای چنل من خوشتون اومد خوشحال میشم که لایک و سابسکرایبش کنید. پس فعلا تا بعد، خداحافظ.